برای همون ما میگم که همه چیزای ما ای بین ما نروه. جمعگل ارسالیه و یک زن 63 ساله لقی تبار است که در دهه زرزمین ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان زندگی می‌کند. او از زنان مشهور صاحب هنر در این ناحیه است که رودیواری و نقش‌های گلدوزی را به سبک خاص لقی‌ها می‌دوزد. با این هنر در میان همتبارانش محبوب است و مشتریان زیادی دارد و همیشه دست به کار است. جمعگل حدود 40 سال است که گلدوزی می‌کند. این گلدوزی که در دستش است باید تا یک هفته دیگر به آخر رساند. آن را برای عروس آماده می‌کند که تازه نامزد شده است و می‌خواهد در جشن عروسی خانه اش را به آن آرا دهد. گلدوزی‌های دوخته شده به سبک خاص لقی‌ها فقط برای آرایش خانه داماد و عروس نیست، بلکه رمز موفقیت، برکت و خوشبختی برای آنها نیز تلقی می‌شود. این حاضر همین نباشه عروسای ما نمی‌شود، چون که اگر همه چیز نشود تویاشون هم خفاده میمونم، خودشون ندوزه ای بزرگ میخره مجبورن، چون که ایرا دختشم قینه، ایرا یک همی کمپلکس 1.5 سال دا میدوزه. حاضر 2300 سومون هست. ایرا همی با فکرم همه کسا بودزیم 4 ماه میدوزیم، اگر یک خدمان باشیم 1.5 سال دا میدوزیم. سبک گلدوزی لقی‌ها با گلدوزی‌های تاجیکی و ازبکی تفاوت‌هایی دارد. آنها سبک ویژه هنرهای دستی خود را تاکنون نگاه داشتند. آنها معمولاً داماد و عروس جوان را تشویق می‌کنند که در خانه‌شان از گذشتگان خود نشانه مثل گلدوزی به سبک لقی‌ای داشته باشند. این چیزی قدیمی ما است. کلین وقتی می‌آید باید این خیل چیزها را داشته باشد. من هم داشتم. از گذشتگان ما، از پدر و مادر ما مانده است. جماعت دهات گلستان ناحیه جلال الدین بلخی حدود 31000 اهالی دارد که 45% آنها را لقی‌ها تشکیل می‌دهند. بعد انقلابم در این من انقلاب اکتبر در نظر دارم، از 1917 در ناحیه رودکی زندگی می‌کردم و بعد آباد شدن همین منطقه جنوب تاجیکستان ما هم با همین منطقه کشیده اومدم چه زندگی کرده استادیم. هنرهای دستخطی اساسا هنرهای دستخط فرق میکنن که مثلا اگر شما دیدن چه خیلی زیبا دختگان که دختن آسان نیست، لیکن هر یک خاندانی همون ما یعنی لقی‌ها همون چیز باید باشه، به علاج نیست. آمار دقیقی از اقلیت لقی‌ها در حدود ولایت ختلان در دست نیست، ولی در اساس سرشماری اهالی در سال 2010 شماره لقی‌ها بیش از 51000 نفر اعلان شده است. بیشتر آنها در ناحیه رودکی در جنوب و غرب شهر دوشنبه زندگی می‌کنند. در زمان شوروی نشریه با نام لقی آواز چاپ می‌شد. هرچند فرهنگ و زبان لقی‌ها با ازبک‌های تاجیکستان تفاوت‌هایی دارد، ولی در کل آنها نیز شاخه‌ای از طایفه ازبک پنداشته می‌شوند. اما برخی از لقی‌ها خود را قوم علاهیده از ازبکان می‌دانند. لقی‌ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر آسیای میانه هم زندگی می‌کنند.